اما این قفس برای من تنگه. اعلی حضرت تشریف جاتید. کافیست. özümünü sikerim. Şuradayım nasıl? Eline Hazret tapdıq. شامی هستم. Engeriben seçimi söyle biz olur. خود جنسه. عصر بخیر. خب آینه راستگو، آیا این جزالقلان ترین پادشاهی نیست که جهان به خود دیده؟ نهایتا سیچمی یالیاسن. خب جعفر زعفرانچی چده. خب منظورم این بود که هنوز نشده، ولی تنها کاری که میتونی بکنی باشی اینه که با یه پرنس ازدواج کنی. پرنس؟ خب پس با دقت تماشا کنید سرورم، چون این بار نوبت شماست که پرنس مورد نظر رو انتخاب کنید. فردنن میرا سیلفونه گتلسونه. دوباره برگشتیم. خب این شما و این سندباد. این سندباد پسر خوشگل دریا نورده، گزینه خوب برای شما. اعلی حضرت او سلام میسن من آلیم دیم. ما گزینه دوم، لولو خان شاهزاده تاریکی. فقط کافیه لپشو ببوسی تا ببینی چه خوناشامه، سرزنده و جوونیه. آیل به تمایل ایستاده. و در نهایت پرنس فریدون که در قلعه‌ای بلند در انتظار پادشاهی سوار بر اسب سفید. یک بار دیگه مرور میکنیم. گزینه 1 سندباد، گزینه 2 لولو خان و پرنس فریدون. انتخاب شما چیست سردار؟ یک باشه یا دو؟ نمیدونم. سه. گزینه سه تکبر. سه باشه. نه گزینه سه. پس انتخاب شما کسی نیست جز پرنس فریدون. به سلامتی استفاده کنید سرورم. مبارک باشید. فریدون نه جزلات. تنها کاری که باید بکنیم اینه که یکی رو پیدا کنیم که بغلی نرین. خواهر این کارو میکنیم. اونجا هستش. فنجلدمه. ما پرنس فریدون را ملکی خود میسازیم و شهر دولاک بهترین پادشاه را خواهد داشت.